ولم کنی. آروم باش. اشتباه گرفتی. ولم کن. من درخواست وکیل دارم اصلا. وکیلمون کجا بود؟ بشین بابا، خودم وکیلت میشم. بشین. اصلا نمیخوام بشینم. سلام قربان. چه خبرتونه؟ نمیبینید دارم بمب خنثی میکنم؟ قربان جسارت نباشه، باید سیم زرد رو قطع کنید. پس بیا بشین خودت قطعش کن. رو چشمم. چه عضله هایی داری. آفرین. چاکر شما، مرسی. یاد جوونیای خودم افتادم. اسم جین هاپ. لقب پرتو طلا. طلایی ها؟ آره. اوه داداش پروندت سنگینه، میخوای بشنوی؟ بگو ببینم چی به چیه. اول بگو ببینم این عکس خودته ها؟ یعنی چی؟ نکنه چون اون عکس خودمم منو گرفتین ها؟ نه من نیستم، برام پاپوش درست کردم. معرفی میکنم. ستوان یکم کوپ. تعظیم. چه ایجادی مشکل شده. خب من داشتم برای ایشون توضیح میدادم که چه پرونده سنگینی دارن. این چی داره میگه برای خودش؟ پرونده سنگینم کجا بود؟ پرونده سنگینت اینجا بود. 100 کیلوه. ولی من مثل آب خوردن بلندش کردم. مورد اول قتل. چی؟ قتل؟ اینجا نوشته لبخندایی میزنی که کشتار و مردار میدی، یعنی کشته و مرده میدی. الانم داری مرتکب جرم میشی. اینم به پروندت اضافه میکنه. این صداها چیه در خجالت بکش. باشه. اگه بتونی به مدت 1 ماه برق اداره رو تأمین کنی میتونم توی مجازات این قتل برات تخفیف قائل شم. مورد بعدی آتش سوزی. میگم رشوه چیزی نمیخوای؟ رشوه؟ به مأمور قانون شرم بر تو. اینم به پروندت اضافه میکنم. همسایه ها گزارش دادن اینقدر رقصیده کف خونت که میشه سقف اونا آتیش گرفته. کارت درسته داداش. عجب. خدایا این چشمای پاکو از من نگیر. بشین شرم کن، من بیدی نیستم که با این رقصا برقصم. یعنی منظورم اینه که بلرزم. بشین. ما شاهدم داریم. چی؟ شاهد کیه؟ همسایش بیا تو. تو همون همسایه بیچاره ای؟ با اجازه بزرگترا بله. با چشمای خودت دیدی سقف و این آتیش من تا حالا هیچ وقت اینو ندیدم. تقصیر خودش نیست که اینقدر کوچوله و اینکه مهم اینه که این تو رو دیده نه تو اونو. تو گزارش نوشتی میخواستی پست جدید اندک رو لایک کنی که یهو سقف خونه آتیش گرفته و دیگه نتونستی. درسته. میدونستی این خودش جرمه که لایک نکردی؟ غلط کردم، برگشتم خونه لایک میکنم. آفرین، همین کارو حالا کن. که اینجوری شد منم میخوام لوش بدم. کامنت هم نمیذاره تازه. میگم کامنت هم نمیذاره ولی از من نشینده بگید. What the fuck؟ لابد سیوش اینم میکردی ها؟ ادبت میکنم. بیا ببینم. شنیدم همدستم داشتی. اگه همدستتو لو بدی 10 روز از مجازات 10 سالت کم میکنم. باشه؟ 1 سال. 1 ماه. نه 1 سال من، نه 1 ماه تو. 2 سال. 3 سال خیرشو ببینی. به جون تو دیگه راه نداره. قبوله. هرچی باد آباد، هرچی نور آنور. من رسیدم پیش همدستم، علامت میدم. ببینم چی کار داری میکنی ها؟ یکم فکر کن ببین منو جایی ندیدی؟ همین الان یه مدرک برام فرستادن. اینه. قربان این زود باش لعنتی، اعتراف کن. این کیه که کنارته؟ ای وای. ها زود باش بگو. این عوضی کیه که اوه فضا مثبت به بالا شد. قضیه سرمدار. من برم دنبال نخود سیاه. همدستم تویی. دست نزن به من. برو بشین سر جات ببینم. این حرفا چیه میزنی؟ برو بشین. هیچ گربه ای محض رضای خدا از شاخ تعجب در نمیاره. بشین. یا آزادم میکنی یا لوت میدم. نه همه چیو به همه میگم. نه قربان، شما آب معدنی زیاد نوشیدید، حواستون سر جاش نیست. لطفاً بیشتر خرابکاری نکنید. برید من خودم درستش میکنم. حقوق تو زیاد میکنم. خیلی ممنونم. خاک شلوارتونم. من توف شما آبشار هستم. ای پاچه خار. این چه وضعشه؟ لطفاً آروم باشید. یه بار دیگه منو بگیرید رئیستون رو لو میدم. با مشتری دست منو بگیرید. دستمو بگیر. وحشی بازی در نیار. بگیرش. بیا. چه دستای نرمی داری، از کجا خریدی؟ میگم حالا که بهم دست دادی میشه بهم پا هم بدی؟ در موردش فکر میکنم. باشه منتظرم. ولی دیگه منو نگیرید. دفعه آخرتون منتظر باشه. زنگت هستم. من رفتم. برو. قربان چتونه آخه شما؟ اینقدر آب معدنی ننوشید، خوب نیست. آقا پلیس منو بیار بیرون. من بیگناهم.
اینجا چرا نشستی دکارمون رو به هم ریختی بی تربیت؟ هرچی بگی بر علیه توی دادگاه استفاده میشه. فکر فرار به سرت نزنه. اوی کجا؟ چیکار میکنی؟ بی ادب. کجا در میری؟ گفتی بر علیه استفاده میشه تو دادگاه. اشتباه کردم. بریم بشینیم. تو زندان به اعمال زشتت فکر کردی؟ آره، از عمق وجود شرمسار و گناهبارم. راستش من توی این 5 روز و 6 ساعت و 23 ثانیه‌ای که پلیس شدم پرونده‌ای مثل پرونده تو ندیدم. خیلیا میگن تو یه ابرشروری که در لباس یه انسان کیوت مخفی شده. چه توضیحی داری؟ چطور میتونی همچین چیزی بگی؟ مدرک دارم عزیز من. وایسا. این چیه؟ این چیه؟ نخم بینم شونن چرا لخته ها؟ قربان از این عکس به بعد همه شونه هاش انداخته بیرون. میدونی گرفتن همچین عکسی جرمه؟ گوشیمو بده قربان. بابا اینجا که اصلا کوچولو بودم، زیر سن قانونی بودم. الان که روشی. تازه هنوزم چون کوچولو میزنه کلی خلاف میکنه، بعد به همه میگه زیر سن قانونیم. چشمم روشن. سوء استفاده از جثه ریزتم که میکنی. اصلا جثه خودمه، دلم میخواد. جیمین حرمت داره نه لذت. چقدر خوشگل حرف میزنی. ببینم نکنه با این حرفا میخوای ستوان یکمو گول بزنی ها؟ خب صداش جذابه دیگه. نگران نباش رئیس، من محکمتر از این حرفام. خب چرا منو گرفتین؟ ولم کنین برم. راستشو بخوای فکر کنم چشام به چشات اتصالی کرد. حالا که خودت بحثو باز کردی، چطوره از اینجا بریم و یه آب معدنی بزنیم؟ موافقی؟ من مأمورم و معذور. سعی نکن منو گول بزنی. بیخیال سخت نگیر دیگه. یه کوچولو با هم را بیا باشه. عمرن بتونی ستوانو تحت تاثیر قرار بدی. اون 10 سال آموزش مقاومت دیده. خیلی خوب، بیا مقاومتش رو امتحان کنیم. خونه خاله کدوم وره؟ از این وره. خب باشه، ربطی نداشت اصلا. حرکت اضافی ازت سر بزنه شلیک میکنم. فقط نگاه کن و هیچی نگو. بذار آماده شم. جان افسر کوک. ای قلبم. اوی افسر کوک. افسر کوک با تو هم. به خودت بیا. حواست کجاست؟ اینم برای تو. کلاسشون به درد نخورده. وای فقط بهم بگو این چی بود دیدم لعنتی. میدونستم خوشت میاد. خب نظرت چیه؟ آزادم که برم؟ 19 سال از حبس دست من بود، بخشیدم. 1 سالش دست رئیس پلیس. رئیس بیا اون 1 سالم پاک کن برم دیگه. کوک تو افسر ارشد ما بودی، اصلا ازت انتظار نداشتم اینطوری وا بدی. جناب سروان، حالا من چیکار کنم؟ اون 1 سالو بیخیال میشی؟ آره؟ من سروان نیستم، سرگردم. پارک جیمین، با این پرونده سنگین چیکار کنم؟ قربان به خاطر من ببخشیدش. تو یکی حرف نزن، دارم برات. چشم. تو تا کی میخوای به این اعمال شرورانت ادامه بدی؟ تا ابد؟ قربان یه تیر بزنم تو مغزش. ای بابا جناب سروان. گفتم من سرگردم. حالا هرچی. به دوربین نگاه کن عکست ثبت بشه، بعدش میری بازداشتگاه. بازم داره همون کارو میکنه. خب جناب سروان، حالا که میخواید منو بندازید بازداشتگاه، میشه به عنوان آخرین درخواست چند لحظه بشینم جای این آقا خوش تیپه؟ من سرگردم و اینکه از اون جایی که خیلی بخشندم میتونی. آره باشه. میدونی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد. جناب سروان میتونم یه تیر بزنم تو سرش؟ جرم خودتو از این سنگین تر نکن. پس یه کتاب میزنم تو سرش. بگیر. وای دردت گرفت. خاک عالم. ای ملاجم، شیطونه میگه یه تیر بزنم. پشیمون شدم اصلا. بیا سر جای خودت. طی این همه سال خدمت صادقانه همچین بی نظمی ندیده بودم. شما دوتا نظم اینجا رو به هم ریختید. قاسمی بیا این دوتا رو از جلو چشمم ببر بنداز تو هلفتونی. بیایید عزیزانم. پس قاسمی کو؟ دل و رودش مشکل داشت نیومده سر کار. بیاین. بیا این قاسمی هم خیلی بی نظمه، باید اخراجش کنم. what the fuck. اوی
مجرم کاف سین جیم اینجان که برای پاره ها توضیح منظورم اینه که برای پارن از توضیح، یعنی واسه پاره از توضیحات اینجان. چیه پاره پورم کردی؟ بزنم بشت خاک بره چشه؟ اینجا فقط من سوال میپرسم. خب بپرس. اسم جین. واسه هر کی جینی واسه ما نخی. یا دیشب تو شیشه خیارشور خوابیدی یا حالا میرسیم به این موضوع که منو برای چی آوردین اینجا؟ به چه حقی اینقدر مخ بقیه رو میزنی ها؟ من راضی، اونا هم راضی. ببخشید شما؟ شنیدم رکورد داری. آره هستم. تو هر ثانیه چند تا مخ میزنی؟ یه 25,000 تایی. پیر شدی و کند. یا پرو دستتو بذار رو قلبت. بعد از سرزد از افق چیه؟ متاسفانه الان ظهور ذهن ندارم. قضیه شونه‌های پهنه چیه؟ خب راستش هرچی گل برای خدا اضافی اومد زد سر شونه های من. شونه ها چند سانته؟ 60 سانت. جون من جون تو. یا میشه یه امضا به من بدی؟ من سر تا پا فنتم. جیمین بیا بیا بگیر بشین پیش ما. باشه. برای چی بشینه؟ میشینم. 5236 5237. خب جیم قد چنده؟ 2 برابر جیمین. دیگه فنت نیستم. بی تربیت. توضیح بده چجوری دلبری میکنی؟ با رسمش یک 5 نمره. اینم رسمش. با ارفاق قبولی. یا تو خود سدیم کلوریدی لعنتی. خب دیگه چه خبر؟ چه خبر چیه؟ دوچار کم بوده دیالوگ شدی؟ نه یادم رفته بود چی میخواستم بگم. الان یادم اومد. گزارش دادن که لایو میذاری و توش کلی غذای خوشمزه میخوری، درسته؟ عجب گرفتاری شدم اینم جرمه. رازه چیه اونقدر میخوری و اینقدر خوش هیکلی؟ یا قشنگ بود حرفت. بگیر با چی تو سرت؟ متاسفم این دوستمون یه خورده حالش نامساعده. حواستون رو جمع کنید. اگه ورد واید هنسامین به خطر بیفته کی پاسخگوه ها؟ برو پشت میله ها به کار بدت فکر کن. الان 2 تا لیوان چایم بیار. جریان این جوکایی که میگی چیه؟ وای گیر عجب آدمی افتادم. یا درست حرف بزن، خودت گیر عجب آدمی افتادی. الان خودت فهمیدی چی گفتی؟ آره. چی گفتم؟ راستشو بخوای فقط برای خوشنودی خودم جوک میگم. مهم نیست بقیه بخندن یا نه. هر وقت جوک میگم در گنج خودم نمیپوستم. 2 تا جوک بگو ببینم. میدونید وقتی یه بیابون چیزی براش مهم نیست چی میگه؟ به نخلام. حالا میدونید وقتی یه وای فای تعجب میکنه چی میگه؟ حاجی حجمام. منم یه جوک دارم. وقتی لاک پشتا میخوان قسم بخورن چی میگن؟ به لاکم. به پای من نرسید ولی باشه. یه جوک سفارشی بدتر از فراموشی چیه؟ فراگربه‌ای؟ یا رقص چطوره ها؟ عالیه استادم. دستتو بذار رو قلبت. من رقصنده اصلی گروهمونم. اگه ثابت کنی میذارم بری. نیازی نیست ثابت کنم ولی حالا برای خاطر دل خودم یه قیل دورو داشته باش. دستگیرش کنید فوراً. چرا؟ چرا کردی؟ ولم کن. چی کار داری؟ دست ببرد. هنسام نزن. برو تو ابد حبسی. این چه رفتار خشونت آمیزی با ورد باید هنسام میکنی؟ ازتون شکایت میکنم.